شمار پرواز هواپیما از تاشکند به دوشنبه از 2 پرواز قبلی تا به 1 پرواز در یک هفته کاهش یافته است. نمایندگی شرکت ازبکستان هوایی یولری در دوشنبه دلیل این امر را به کمبود مسافران ربط داد. از دفتر نمایندگی شرکت ازبکستان هوایی یولری در شهر دوشنبه روز 3 ایون به رادیو آزاده گفتند کاهش پروازها به کم بودن شمار مسافران دخل دارد. از زمان شروع پروازهای رسمی در خط سیر تاشکند دوشنبه تاشکند در ماه اپریل امسال هواپیماهای شرکت ازبکستان هوایی یولری هفته 2 دفعه روزهای سه‌شنبه و جمعه در این مسیر پروازها انجام می‌دادند. حالا این پروازها فقط در روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد. جمیله حسینова سخنگوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه روز 3 ایون خبر کاهش پروازها در مسیر تاشکند دوشنبه را تایید کرد. او گفت نامه نوشته بودن که به خاطر اون که با خط سیر مسافر کم است از لحاظ تجارتی خودش پوشانده نمیتونه درخواست کردن که پروازشون یک هفته یک روز سه‌شنبه سمالات هم خالی میرود خالی میبیادن. به قول حسینова به دلیل نامعلوم شمار مسافران در یک پرواز از 17 تا 30 نفر را تشکیل میدهند. این برای هواپیمایی که گنجایشش 180 نفر است فایده آور نخواهد بود. در گذشته برخی از مسافران از گرانی نرخ بلیط در این خط سیر ابراز نگرانی کرده بودند که فعلا 130 یورو را تشکیل می‌دهد. به گفته آنها این نرخ برای صاحبکاران موافق بوده، اما برای مردم عادی که بخش اصلی مسافران را تشکیل می‌دهند گران است. در همین حال مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند که هنوز تاریخ شروع پرواز رسمی هواپیماهای شرکت سامان ایر در مسیر دوشنبه تاشکند روشن نیست. پرواز آزمایشی شرکت سامان ایر از دوشنبه به تاشکند ماه فوریه امسال با هیئت رسمی نهادهای هواپیمایی تاجیکستان و گروهی از خبرنگاران انجام شده بود. با درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته حکومت نو به رهبری شوکت میرزیویف به ترمیم رابطه‌های با تاجیکستان پرداخت و اولین قدم در این سمت به گفته ناظران احیای پروازها بین دوشنبه و تاشکند است. تاکنون ساکنان هر دو کشور همسایه فقط از راه‌های زمینی به قلمرو یکدیگر می‌رفتند. بین دو کشور تاکنون نظام روادید وجود دارد. با آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان قطع شد. پیش از این دوشنبه با شهرهای تاشکند، سمرقند، بخارا، نمنگان، اندیجان و قوقند ارتباط هوایی داشت و هفته ده‌ها پرواز میان شهرهای تاجیکستان و ازبکستان انجام می‌شدند. هفته گذشته شرکت ایشان اکسپرس ترمینال دوشنبه اعلان کرد که حرکت منتظم مسافربرها از دوشنبه به شهرهای تاشکند و سمرقند و بخارا را با جانب ازبکستان بررسی دارند.